فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا احسان از تهران پرسیدن که در وضو چه چیز واجب است؟ درباره وضو اون واجبات یا فرایضی که متفق علیه هستند در میان تمام فقها، نیت یکی از شرایط هست. برخی از علما اینو جزء ارکان قرار دادن، اما به صورت کلی بنابر اصول فقهی که هست اون مواردی که جزء خود عبادت هستند اونا رو جزء ارکان قرار میدن. اونی که جزء خود عبادت نیست، مقدمه برای عبادت هست، اینو جزء شرایط قرار دادن. مانند مثلا نیت کردن که قبل از وضو یا قبل از نماز در واقع باید نیت باشن. اولین شرطش این است که انسان باید نیتی رو داشته باشه. فرض بکنید یک فردی فقط و فقط به خاطر اینکه اعضای وضوش مثلا آلوده شده، گرد و خاکی رو بدنش نشسته، میخواد این گرد و خاک رو دور بکند، یا فقط به خاطر اینکه هوا گرم هست میخواد که وضو بگیرد به خاطر اینکه یکمی سبکتر بشود، با نشاطتر بشود، این عبادتی محسوب نمیشود. با این عبادت چون که بدون نیت بوده اصلا معتبر نیست و نماز خواندن و قرآن خواندن یعنی دست دادن قرآن برای چنین فردی جایز نیست. پس بنابراین اولین شرطش این است که وضو داشته باشد انسان، و بقیه 4 رکن اصلیش که در قرآن صراحتا الله متعال اونها را بیان کرده. شستن صورت هستند که صورتش را باید کاملا بشوید، از میان 2 تا گوشش و از جایی که موی بالای پیشانی تا زیر چانه این قسمت باید کاملا شسته بشود، و همچنین شستن دسته ها تا آرنج به صورت تمام این قسمت باید شسته بشود. سومیش مسح سر هست که سر باید به صورت کامل یا حداقل بخشی از سر مسح شده باشد، و 4می شستن پا هست. این 4 رکن اصلی هستند، یعنی شستن صورت و شستن دسته ها، مسح سر و شستن پا. این 4 رکن اساسی و متفق علیه هستند در میان تمامی مذاهب. اضافه بر این برخی از علما ترتیب رو هم لازم دونستند، یعنی حتما باید با ترتیب وضو بگیرد. اگر یک فردی فرض بکنید اول یعنی پاهای خودش را بشوید و نهایتا در آخر صورت خودش را بشوید، این وضویش درست نیست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و همیشه در طول زمانی که ایشون وضو میگرفتن این ترتیب رو مراعات میکردن. و همچنین موالات هم شرط هست، یعنی این که پی در پی باید این اعضا رو بشوید. فرض بکنیم که الان نشسته برای وضو گرفتن، مشغول صحبت کردن با یک فرد دیگر هستن، صورت خودش رو شسته، الان با هم دیگر صحبت میکنن تا خیلی فاصله افتاده، مثلا حتی صورتش هم امکان داشته باشه مثلا خوش شده باشد، بعد از این دوباره دستها رو بشوید یا سر را ماس بکند یا پاها رو بشورد. اینجا هم این وضوی کاملی نیست، حتما باید هم ترتیب باشد در میان وضو که اول صورت را بشوید، بعد دستها را بشوید و بعد سر را ماس بکند و در آخر پاها رو بشورد. این ترتیب هست و هم موالات شرط هست، یعنی پی در پی باید این اعضا را بشوید بدون از فاصله. در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله یک روز فرمودند که یک فردی رو دیدند که در هنگام نماز در یک سفری بودند، قوزک پایش و پشت پایش یعنی برق میزد، یعنی وضو گرفته بود و این قسمتش خشک مانده بود و سفید بود، از زور نمایان بود. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند ویل للاعقاب من النار، این قسمتی که آب به اون نرسیده این آتش جهنم اینو میسوزونه. دیگه این به اصطلاح در واقع وضو یعنی کامل نیست. و بعد از این رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند به این شخص که برود دوباره وضو بگیرد، نگفتند که برو دوباره همون قسمت پایت رو بشور و دستور دادن دوباره وضو بگیرند. از این حدیث علما استدلال کردند که هم ترتیب به جزء ارکان هست و هم اینکه موالات.